سرخط خبرها. تجدید تدابیر امنیتی در مرز افغانستان و تاجیکستان. ذبیح الله مجاهد میگوید که کابل و دوشنبه هماهنگی‌های مشترک مرزی را بیشتر می‌کنند. می‌خواهند که رابطه مستقیم امارات اسلامی افغانستان و کشور تاجیکستان را خراب بکنند. کاهش هزینه حج در افغانستان. وزارت حج و اوقاف میگوید هزینه حج نسبت به سال گذشته بیش از 15,000 افغانی کاهش یافته است. کسر اضافی پیسې بیا هم د حاجیانو ته معاش شوي دي. تلاش پاکستان به گسترش روابط تجاری با افغانستان. وزارت خارجه پاکستان گفته آمادگی دارند دهلیز اقتصادی چین پاکستان به افغانستان گسترش یابد. فارغ از مسائل سیاسی تثبیت نکنند رفتن به سوی خودش نمایندگی جفا در اقتصاد افغانستان است. و تشدید تنش‌های لفظی میان امریکا و ایران. وزارت خارجه ایران میگوید هر گونه گفتگو برای کاهش تنش‌ها باید به دور از زبان تهدید باشد. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز شنبه 11 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 31 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به نگرانی‌های امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان از تجدید تدابیر امنیتی و هماهنگی‌های مشترک با دوشنبه خبر داد. مجاهد تاکید کرد که تلاش می‌کنند موضوعات مرزی به گونه اصولی حل و از هر گونه قاچاق و عبور غیرقانونی جلوگیری شود. گزارش از نسترن امیری. در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی از تجدید تدابیر امنیتی و هماهنگی مشترک با جانب تاجیکستان خبر داده است. مجاهد همچنین تاکید کرده است که حکومت تلاش‌های نهایی خود را به کار گرفته تا موضوعات مرزی به گونه حصولی حل و فصل گردد و از هر گونه قاچاق و عبور غیرقانونی جلوگیری شود. نیروهای ما اگرچه متوجه تمام مسائل است ولی بازم چون منطقه سرحدی دراز است گاهی وقت قاچاقبرا سوء استفاده میکنند. مشکل اخیر هم که آمده قاچاقبرا شاید میخواستن عبور کنند که با واکنش پلیس سرحدی تاجیکستان مواجه شدند ولی بازم نیروهای ما با نیروهای تاجیکستان هماهنگ هستند موضوع را با هم شریک کردن و در آینده جلوگیری خواهد شد. در پی درگیری مسلحانه در مرز تاجیکستان و افغانستان 3 تن کشته و 2 تن دیگر موفق به فرار شدند. این حادثه باعث شد روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی روند تقویت نیروهای مرزبانی تاجیکستان را سرعت بخشند. برنامه‌های تقویت شامل تحویل تجهیزات و تسلیحات پیشرفته برای افزایش امنیت مرزها است. ابراز نگرانی تقویت نیروهای سرحدی و اعزام سلاح و تجهیزات بیشتر در حقیقت یک نوع بهانه‌جویی است برای استقرار بیشتر قوت‌ها در امتداد مرزها. آگاهان مسائل سیاسی نیز میگویند که تحرکات اخیر در مرز افغانستان و تاجیکستان عمدتاً از سوی گروه‌های با اهداف مخرب و هراس‌افکنی هدایت می شود که قصد دارند روابط مستقیم میان امارت اسلامی و تاجیکستان را برهم بزنند. ترسیق گروه‌های تروریستی پاراملیتی یعنی به یک نوع از طرف کشورهای که اراده شومی به این مرز دارند می‌خواهند که رابطه مستقیم امارات اسلامی افغانستان و کشور تاجیکستان را خراب بکنند. یک معضل اصلی دلایل اصلی ناامنی این مرز تلقی می شود. گفتنی است که پیشتر آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان اعلام کرد که 4 عضو یک گروه هراس‌افکن در منطقه مرزی خرمنجود در درگیری با نیروهای مرزی کشته شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز تاکید کرده بود که پرونده جنایی این افراد در حال بررسی است. این رویدادها بار دیگر ضرورت تقویت همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان تاجیکستان و افغانستان برای مقابله با تهدیدات گروه‌های مسلح و حفظ ثبات مرزهای مشترک را نشان می‌دهد. نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف امارت اسلامی گفته که سهمیه افغانستان برای مراسم حج سال آینده خورشیدی
30,000 زائر است. او در یک نشست خبری در کابل افزوده که عربستان سعودی وعده سپرده تا در آینده سهمیه بیشتری را به افغانستان اختصاص دهد. گزارش از اناهی تاندر. برگزاری نشست خبری وزارت ارشاد، حج و اوقاف در خصوص اعلام انتقال و ثبت نام حاجیان برای سال آینده هجری قمری. در این کنفرانس وزیر ارشاد، حج و اوقاف اعلام کرده است که هزینه انتقال هر متقاضی مناسک حج در سال آینده 266,400 افغانی است که نسبت به سال گذشته 15,690 افغانی کاهش یافته است. نور محمد ثاقب همچنان گفته است که برای تمامی متقاضیان حج بیش از 16 افغانی معاف شده است که مجموعاً به بیش از 489,000 افغانی میرسد. دغه 2,680,000 او 400 افغانۍ چې د فی تن حاجی لګښت راځي په دې باندې یو څه اضافه راتلله چې دقیق سنجش شوی ده. بیا وزارت کوشش وکړ او اسلامی امارت شفقت وکړ یو څه کسر اضافی پیسې بیا هم دی حاجیانو ته معاف شوي دي. آقای ثاقب همچنان در بخش از سخنانش افزوده است که در سال آینده قرار است 30,000 متقاضی به عربستان سعودی برای انجام مناسک حج انتقال داده شوند. او گفته که برای بیشتر شدن سهمیه حاجیان در عربستان سعودی همچنان وعده‌های از سوی آن کشور صورت گرفته است. د سعودي عربستان څخه د افغانستان لپاره د 10,000 حاجیانو د حج سهمیه اخیستل شوې ده او د لا زیاتې سهمیې اخیستلو په موخه د جدي هڅو په ترڅ کې د سعودي عربستان حکومت لخوا په راتلونکي کې د سهمیې د زیاتولو وعده راکړل شوې ده. وزیر ارشاد، حج و اوقاف همچنان گفته است که تمامی متقاضیان که قسط نخست پول ادای حج را پرداختند، قسط دوم آن را نیز به روز دوشنبه تاریخ 13 ماه روان پرداخت نمایند و متقاضیانی که تا هنوز هیچ پول پرداخت نکردند باید تمامی پول را همزمان پرداخت نمایند. نو له ټولو هغو حاجیانو څخه چې د 1440 هجري قمري مطابق 1415 هجري قمري کال لپاره ورته د حج نوبت رسیدلی، لکه دا اوس ورته د حج نوبت رسیدلی او لومړی قسط پیسې تحویل کړي دي، هیله کیږي چې د خپل دویم او وروستي قسط پیسې تحویل کړي. وزیر ارشاد، حج و اوقاف در این کنفرانس با اشاره به دستاوردهای این وزارت گفته است که 87,000 متقاضی که از سالهای گذشته باقی مانده بودند در 5 سال روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی برای ادای مناسک حج انتقال داده شدند. پس از بسته شدن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان، اسلام آباد در تلاش است از مجراهای دیگر دامنه روابط خود با افغانستان را گسترش دهد. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، وزارت خارجه پاکستان به سنای این کشور گفته که آمادگی دارند تا دهلیز اقتصادی چین، پاکستان و افغانستان گسترش یابد. باز هم گزارش از اناهی تاندر. در حالی که گذرگاه‌ها و مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان همچنان بسته است و داد و ستد رسمی متوقف مانده، پاکستان تلاش می‌کند از مجراهای دیگر و با ابتکارهای تازه دامنه روابط خود با افغانستان را گسترش دهد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مقام‌های وزارت امور خارجه پاکستان به سنای این کشور گفتند که آمادگی‌ها جریان دارد تا دهلیز اقتصادی چین، پاکستان یا سیپک به افغانستان گسترش یابد و چارچوب سه‌جانبه پاکستان، چین، افغانستان دوباره فعال شود. تا اندازی خوب است که بیاید، ولی عمدتاً تا که مسئله حل نشده و 4 تا سند اینا قبول نکردن و به صورت کامل مسئولیت راههای ترانزیتی افغانستان و مسئولیت راههای و گمرکات افغانستان فارغ از مسائل سیاسی تثبیت نکنن، رفتن به سوی ازی خودش نمایندگی جفا در اقتصاد افغانستان است. آگاهان اقتصادی میگویند که سهم فعال افغانستان در پروژه های بزرگ منطقه‌ای مانند سیپک میتواند بخش های مهم اقتصادی کشور را به گونه چشمگیر تقویت کند و باور آنان افغانستان با پیوستن به این گونه طرحها میتواند به یک مسیر مهم ترانزیتی در منطقه مبدل شود. سیپک پروژه به نه یوازې دا چې افغانستان ته د دې فرصت ورکړي چې خپل تجارتي مالونه بهرنیو هیوادونو ته په اسانۍ سره انتقال کړي، بلکې ترڅنګ به د دې لارې په ترانزیت سره افغانستان هم ګټور توب ترلاسه کړي.
ځکه د دغې لارې په امتداد کې به نوی زیرپلنی پروژه هم پلی شي. هرگاه افغانستان در پروژه سپک و یا هم کوریدور چین و پاکستان سهیم بوده باشه، از چند حیث میتونه اقتصاد افغانستان اثر بخش تمام شود. از جمله تا جایی میتونه سبب ثبات اقتصادی کشور شود و همچنان افغانستان میتونه از مزیت ترانزیتی یک سری کالاها هم بهره لازم برده باشه و از موقعیت دیپلماسی خوبتر میتونه برخوردار بوده باشه. این در حال است که افغانستان در سالهای اخیر با کشورهای منطقه در قالب پروژه های بزرگ اقتصادی و ترانزیتی همکاری کرده است. موقعیت راهبردی کشور این امکان را فراهم می سازد تا در دهلیزهای اقتصادی و مسیرهای ترانزیتی نقش کلیدی ایفا کند. تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و ایران فردا ساعت 4:30 عصر در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا در یک دیدار حساس و سرنوشت‌ساز برابر هم صف‌آرایی می‌کنند. این دو تیم برای صدرنشینی در گروه دی می‌جنگند و این موضوع حساسیت این تقابل را دوچندان کرده است. این در حالی است که تیم ملی فوتسال افغانستان روز گذشته مالزیا را با نتیجه 7-0 شکست داد. و در خارج از کشور پس از تجدید تنش‌های لفظی میان امریکا و ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در سفر به ترکیه اعلام کرد که تا زمانی که ایالات متحده به تهدیدهای نظامی علیه این کشور ادامه دهد، وارد هیچ گونه مذاکره مستقیم با واشنگتن نخواهد شد. عراقچی تاکید کرد که هر گونه گفتگو برای کاهش تنش‌ها باید بر پایه رویکرد منصفانه و عادلانه و بدور از زبان تهدید باشد. پس از افزایش تنش‌ها میان ایران و امریکا و تهدیدهای لفظی ترامپ علیه تهران، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در سفر به ترکیه و دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور بر آمادگی کامل ایران برای ورود به مذاکرات از موضوع برابر و بر اساس منافع و احترام متقابل تاکید کرد. سپس وزیر خارجه ایران در نشست مشترک خبری با همتای ترکیه خود با اشاره به اینکه ایران هیچگاه به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نبوده و این سلاح‌ها هیچگاه در محاسبات امنیتی ایران جای ندارد، تاکید کرد که هر گونه گفتگو برای کاهش تنش‌ها باید بر پایه رویکرد منصفانه و عادلانه و بدور از زبان تهدید باشد. او تصریح کرده که ایران همان قدر که برای مذاکره آماده است، برای جنگ نیز آمادگی دارد. رویکرد خودشون رو برای یک مذاکره عادلانه و منصفانه، همونطوری که آقای ترامپ در پست خودشون گفتند، fair and equitable، اگر برای چنین مذاکره آمادگی داشته باشند، تهدیدات رو کنار بگذارند، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دیپلماسی رو کنار نگذاشته و نخواهد گذاشت. در این نشست وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر مخالفت کشورش با هر گونه مداخله نظامی به کشورها، اسرائیل را متهم کرد که امریکا را تشویق می‌کند تا به ایران حمله کند. ما از مذاکره و دیپلماسی دفاع و حمایت میکنیم. فکر میکنیم که برای مذاکره مسائل باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. میبینیم که اسرائیل در حال راضی کردن امریکا برای حمله به ایران است. اسرائیل باید به سیاست نظامیگری در منطقه پایان دهد. درباره غزه نیز با عراقچی گفتگو کردیم. ترکیه برای تداوم آتش بس در غزه تلاش زیادی کرده و آن را ادامه میدهد. هدف اصلی ما در غزه مشخص است. غزه برای مردم غزه است. مرزهای آن نباید جابجا شود و ساخت غزه نیز با کمک مردم غزه برای مردم آن است. شماری از آگاهان روابط بین الملل مخالفت و هشدار شماری از کشورهای منطقه به امریکا در مورد حمله نظامی به ایران را مانع اصلی حمله واشنگتن به تهران می‌دانند. سفر وزیر خارجه یا حتی آقای عراقچی و امروز دیروز حتی فکر می‌کنم پزشکیان رفت وارد مسکو که قرار است اگر تهاجم نظامی شود نقش از این متحدین در این جنگ چی میتونه شود. هرچند در شورای امنیت سازمان ملل متحد نماینده روسیه هشدار داد برای آمریکا که باید فکر بکنه قبل از اینکه حمله بکنه. علی شمخانی نماینده رهبر ایران در شورای عالی دفاع هم در اظهارات تاکید کرده که اولویت کنونی کشورش آمادگی کامل برای پاسخ به هر تهدیدی است و این پاسخ شامل حمله به عمق رژیم صهیونیستی نیز خواهد بود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همزمان با اعزام ناوگان بزرگ نظامی ایالات متحده به خاور میانه اعلام کرده بود که می‌خواهد با ایران گفتگو کند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از نیز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.